سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. آقا این دوستان تو کامنت ها بهم گفت میشه لطفاً کلا لینک بازی ریپو رو بذاری. من به جای اینکه لینکش بذارم بهت میگم بری از کجا دانلود کنی. تنها کاری که شما نیاز دارید روشن کردن یه فیلتر خوب و عالی. و الان یه فیلتری هم بهتون معرفی میکنم. فیلتری که شما باید برید اسمش هست فیلتر شکن جامپ. شما وقتی اینو روشن، حالا بهت میگم کیفیت دانلود بسیار فوق العاده ای داره، ویدیو و اینا رو بدون هیچ مشکلی باز میکنه. حالا مثلا مثل اینستا و یوتیوب کلا به خیلی پرکاربرد و سرعت بالایی داره، کلا بگیم تحریم میشونه. حالا بیشتر از این در مورد اینا حرف نمیزنم، میرم سراغ دانلود خود بازی ریپو. برای این کار ما لازم بریم داخل برنامه گوگل پلی. درسته، وقتی وارد برنامه گوگل پلی میشید وارد جستجو، روی جستجو میزنیم ریپو موبایل رو سرچ میکنیم. حالا اگه فیلتر شکن روشن نکنید چی میشه؟ متاسفانه هر چقدر هم ریپو موبایل رو بزنید نسخه پایینش که اینه رو واسهتون میاره، اونه که نوشته PvP ریپو موبایل گیم آنلاین 3D یا همون 3 بعدی، کلا اینا رو واسهتون میاره. اگه فیلتر خوبی هم روشن کنید ریپو موبایل همون که سرچ کنید میاره. حالا اگه اینجا هم سرچ کردین نمیاد چیکار میکنید؟ این بار باید وارد برنامه گوگل بشید. تو گوگل میای سرچ میکنید ریپو حالا این مو رو بنویسید یا اصلا موبایل، دیدید اول اومد ریپو موبایل بنویسید با همچین صحنه مواجه میشید. روی حالا روی خود برنامه میزنید و بعد همونطور که داریم میبینیم واسم باز شده. من از قبل دانلود کردم. خب تمام شد دوستان، مثل که این ویدیو دیدید لایک و ساب یادتون نره. بای.